دادستانی کل تاجیکستان نیمه دوم روز هفتم ایول سال 2023 با گذشت 2 هفته از ناپدید شدن معاون رئیس آریان بانک شورت اسمت اللهیف تصدیق کرد که آدم ربایان او را کشته و جسدش را همراه ماشین به دریای زرافشان پرتافتند. دادستانی گفت تا امروز نامهای 4 تن از آدم ربایان را معاین کرده است، ولی جستجوی جسد شورت اسمت اللهیف همچنان ادامه دارد. دادستانی دلشاد سید مرادوف کارمند سابق مقامات را راهبر آدم ربایان نامید. به گفته دادستانی بغیر از دلشاد ازبه در آوردن اسمت اللهیف همچنین رستم اشوروف، شاروخ خوجایف و اکبر احمدوف و دیگران اشتراک داشتند. قبلا ویدیوی نشر شد که در آنها یکی از متهمان با نام رستم اشوروف در صحبت با مادرش دست داشتن خودش و دلشاد سید مرادوف را در آوردن معاون رئیس آریان بانک تصدیق میکند و میگوید که این کار را برای پول کردند، ولی سید مرادوف بانکدار گروگان را چنان زد که او جان داد و اشوروف مردش را برده به دریا پرتافته است. دادستانی میگوید شام 23 ایون آدم ربایان اسمت اللهیف را زورا به автомашین تمغه خونده صنعت رقم قید دولتیش 0197 M01 رنگش سیاه سوار نموده به سمت دهه شاداب یک واقع در جماعت دیهات چورباغ نویه ورزو بردند و در یک خانه در این دهه معاون رئیس آریان بانک را تا ساعت 3 شب 24 ایون با استفاده از قوه جسمانی، الکتروشوکر، افتافن و دیگر تجهیزات شکنجه قرار داده به قتل رسانیدند. بعداً آدم ربایان با مقصد پنهان نمودن ایز جنایت جسد اسمت اللهیف و автомашین تمغه خونده صنعت را در کیلومتر 130 شورای دوشنبه خوجند چناق به دریای زرافشان پرتافتند. کیلومتر 130 این نزدیک مرز نویه عینی است. دادستانی میگوید خود همان روز جنایتکاران سید مرادوف و احمدوف به روسیه، خوجایف به ترکیه و اشوروف 25 ایون به ترکیه و 3 ایون از آنجا به مولداوا فرار نمودند. اشوروف در فرودگاه کشنیوف 2 کس دیگر را کشت و سپس خودش کشته شد. دادستانی گفت در چارچوب این پرونده پر سر و صدا 5 نفر دستگیر کرده شدند. دادستانی نام آنها را نشر کرد، ولی قبلا درباره بازداشت 4 نفر گزارش شده بود و گفته میشد که همه آنها کارمندان سابق مقامات حفظ حقوقند.